ای نفرانی که صدا بلند میکنید میگویید که مرد هستید، شما مرد کوچه نشوید. شما مرد دیگر جای و مرد مسکول و دیگر چیز نشوید. شما اول مرد خانه شوید، مرد عائله شوید، مرد زندگی شوید. وقتی دختری مردم رو میگیرید صاحب فرزند میشود. بعد نمیدونم سبب ها چی از پرتافته میروید، این به شما روشن‌تر است. اما ناموس کنید و فرزندان خود را احاطه کنید. باور کنید چند قدر نامه ها میاد، چند قدر نامه ها میاد که شکایت میکنن فرزندانمون ماندن ملخ، بیچاره دیگر نمیدونن چیکار کنن. با این خاطر ناموس کنید و فرزندانی، من نمیگم همسرا را خیلی یک سو، فرزندان خود را ناموس کنید و کنار خود گیرید. باور دارم پگاه که باز کلان سال میشوید، سن سالتان میرود، همین فرزندکو کلان میشوند، با ناموس میکنن، در هر حالت نباشی تو رو گرفته خانه میبیارن. این در زندگی دیده ایستادیم، بسیار هستن فرزندانی با ناموس وقتش پدر نگاهشان نمیکرد، پس از آنی که بعد سن سالشان رفت کوچه به کوچه میشن و در بدر باز همین فرزندها ناموس میکنن میگیرن همون پدر را. به این خاطر هیچ وقت این کار را نکنید. یک کارتان یکتان دو نمیشود. باور کنید یکتان دو نمیشود. وقتی که شما اونجا کیف سوال میکنید فرزندگان بیچاره شما به یاد برده نان و به یاد پدر و به یاد دیگر چیز، و خدا باور نمیکنید، خدا شاهد است، روزی نیست که من گریه نکنم، روزی نیست که آب دیده من نبراید. آب دیده من برای کوتاه دستی هم نیست، برای فقیری هم نیست، برای معما هم نیست، عموما پروای خود ندارم. اما هر یک نامه های می آید این سنگ نیست، این خلق است. من جگرم پاره پاره می شود برای هر یک نفری که نامه می کند. به خدا آب دیده شر می ریزد، نمی توانم طاقت کنم. یک حالت های هست، یک هر موضوع است. چون می گفت اول که عصب های من هم خسته شده است، از این سبب در مسکو قرار دارم، برای طبابت آمدم. می گفت به همین خاطر کسی ما رو زنگ نمیزند بیاد که بیا توی دارم، بیا زادروز دارم، بیا چیزی دیگر. فقط هر معمایی هست، مصیبتی هست، بعد زنگ میزنند تا که ما روحی آنها رو بلند کنیم، محبتشان زیاد شد دوباره به زندگی. خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. و بعضن حالت ها خود به خود تسلا میدیم، میگفتم که تو خط کن. یک کس اگر یک کس را نجات دهد از خودکشی یا اون چیزی دیگر، چند قدر با تلویزیون نشان میدیم، چند قدر قهرمانانه. من میگم خدایا شاید در دفتری ما به حساب باشد، به حساب باشد، اما در همون تلویزیون ها برای ما نمایشنامه آماده کن. خلاصه گپ دوستان، حاضرم سبب همین بود که چند وقت من ویدیو نگذاشته بودم، اما یک زن یک مادر بسیار شکایت کرد، بسیار آب دیده کرد. احترام که میکنن گفتیم وعده کردیم که حتما میگذاریم یک نامه، یک ویدیو به خاطر مردهایی که در حقیقت مرد میبینن همون فرزندان خود را صاحب نمیشه. من رسید در یاد ندارم، خیلی نامه ها زیاد بود. یک نامه های بود که بسیار تاثیر بخش است. بعضا فرزندانشون در بیمارخانه هم خواب میکنن، یک بار لااقل خبر نمیگیرن، یک بار خبر نمیگیرن. باور کنید ابول است. گناه، همین گناه کودک ها میگیرتان. اگر که باشه داخلی تماشا داشته باشید، ناموس کنید، ناموس کنید، باور کنید، ناموس کنید و فرزندان خود را احاطه کنید. هیچ نه، همین هفته به ماه به یک بار نیم بار روید، همین هر قدری که میتوانید تا که حس کند که دارد پدر.
حس کند که دارد پدر، ناموس پدری را زنده کنید. ناموس پدری را یک بار تصور کنید که خواهر شما در همین حالت باشد چیکار میکنید؟ دختر شما مثل هر صورتی که هست. دیروز شب یک مادر زنگ زد، یک رقم زنگ زد، نبرداشتم، بسیار بند و باز زنگ زد، بعد برداشتم گوشی را. زن گفت دلوور هستی؟ گفتم بله. دیگر 2 دقیقه گریان شد، نتوانست آب دیده‌اش را نگاه دارد. تسلا کردیم، گفتم مادر چی شد؟ گفت یک فرزند شهی هم گذشت از آبم. 2م فرزندم بود که دلم را با او تسکین میکردم. مدت نگذشت، در بین 1 سال شد او هم گذشت. بر زن این شوهرم مرا پرتافت و رفت. در مسکو یک زن دیگر گرفت. یک مصیبت هایی بود، یک حالت هایی بود که بسیار وزین بود. و این خاطر دوستان چندین بارها میگفتیم که ناموس کنید، ناموس کنید که بعد به خدا دیر میشود. خود را احتیاط کنید، در اخیمان از دعا را فراموش نکنید. خداحافظ تا برنامه دیگر.